تا حالا فکر کردین بعضی از معامله‌گرها چطور بازار رو مثل جادو پیش بینی میکنن؟ قهرمان داستان ما رو ببینید. یه معامله‌گر درست مثل شما، اما با یه تفاوت. یه روز یه موج از انرژی مرموز بهش برخورد میکنه. ناگهان اون رازهای معامله طلا و دلار رو میفهمه که هیچ کس دیگه ای نمیتونه ببینه. تایم میتی تندس. این مثل داشتن یه حس ششم برای موفقیته. اما اون این هدیه رو برای خودش نگه نمیداره. اون میدونه که موفقیت واقعی یعنی بالا بردن یه بقیه. تایم پس شروع میکنه به اشتراک گذاشتن دانش سختی که به دست آورده با معامله‌گرها در همه جا. این سفر آسون نیست. بالا و پایین داره و لحظه های شک و تردید. اما با هر درسی که میگیره مهارت‌هاش بیشتر میشه و دایره معامله‌گرهای برنده‌اش هم همینطور. یادتون باشه راز واقعی فقط دانش نیست. شجاعته که دنبال پتانسیل خودتون برید و به بقیه کمک کنید تا با شما بالا بیان. Break Time 5.5. آماده اید به این سفر بپیوندید. افسانه معامله‌گری شما میتونه همین الان شروع بشه.